جانک یادم گوشگک چی گپ است؟ والا سلام خیرتی خیر بودیم تشکر. نام خدا شیپ تیپ خو بیخی ورزشکارا واره خدا کنه که ورزشکارم باشی. ورزشکار بله ورزشکار هست. ورزشی بوکس. بوکسر است. ماشاءالله 5 سال میشه که ورزش بوکس میکنم. 4 سال میشه عضویت تیم ملی را دارم. نوجوانان ستاره وزن خود هستیم. ماشاءالله. ستاره وزن یعنی اول هستی؟ قهرمان وزن بله. باز مسابقات بیرون مرزی هم داشتی یا نه؟ تا بانو خود نام سفرهای چند روز پیش آمده بودن که این امروز بچه ها رفتن مسابقات سریلانکا دیگه دوازنای بالا آمده بودن دوازنای پایین دیگه هنوز سفر نامده. یعنی از 70 بالا دیگه؟ از 70 از 80 بود 86 بود مثبت 90 کیلو بود. از خود چند است؟ از خودم 67. ببر دیگه وزن یک چند خانه بالا؟ والا بالا بردیم نسبت به وزنای دیگه سالا مسابقه میکردم 60 کیلو 63 کیلو قهرمان بودیم. امسال دیگه 67 کیلو مسابقه کردم که با 5 دانه را شکست دادم اول شدم. ماشاءالله. آماتور کم ما معلومات داریم آدم جو میکنه. آفرین. آماتور بسیار سخت است تا که هر روز وزن میشیم بعد ازش باز دیگه حریفای جدید بر ما میاد دیگه هر کدامش هر روز که میگذره قوی تر میشن تا که فاینال میرسیم. خب طبعا هر کسی که در رینگ میدره داخل میشه کوشش میکنه آخرین تلاش خود میکنه که او برنده شود. دیگه حتما یکی بازنده است و یکی برنده، اما بازنده به نظر من برنده است چون یک تجربه بسیار بزرگ کسب میکنه. بله طبعا دیگه بسیار خوب. در افغانستان هم باز پیسه که نداشتی ورزش رسمی یک کمک آدم به مشکلات برمیخوره دیگه اون بود از مشکلات بودجه است باز خوب است باز بوکس یگان تو تجارت اسپانسر میکنن. دارین کدام اسپانسر شما؟ ما فعلا دیگه از خودم مامایم است. ماما چی کار است؟ مامایم دیگه تجار است از تاجیکستان به افغانستان. تجارت. بگو ماما تو طرفای اگر مسابقه بر ما جور کنه چی بدل میخواد؟ این تا که دولت نباشه او چیز کردن نمیتونن. مثل مسابقات فری فایت. بله. تو سازمان ها شاید در بیرون از کشور هم باشه شخصی. نه بله است تو سازمان ها هستن خوبا طبعا دیگه ما موتور فایت میکنیم پروفشنال که باشه باز هر سازمان است میتونیم که از جیب خود بریم. پروفشنال نمیشه شما را جذب نمیکنه. پروفشنال هنوز چیز ماستن ما خورده است از 19 به بالا 18 کس با جوانان میشه. این در جمع 18 ساله خود زدی یا راستی است؟ نه راستی است. یک وقتی که رفیقا مسابقه می داشتن باز چی میکردن میرفتن سلمونی ریش خوب یک چپتراش باز یک چند لایه کریم هم چرب میکردن سر وزن کشی که سنشان سایل میکرد میگفت چند سال است میگفت 16 یا 17 میگفت والا پخته معلوم میشه مگر میشه در تثبیت سن رقمی نه در تثبیت سن تا حالا دیگه تا تذکره الکترونیکی نداشته باشی نمیمانید که مسابقه کنی و بعدش دیگه ما رو خال دیگه المپیک میشناسن دیگه استادا ترینرها دیگه ما رو میشناسن بود میفهمن که سن ما چقدر است پیش ما تیر شدن نمیتونیم. یادش بخیر یک تقلب مام کرده بودم 3 دانه تذکره کاغذی جور کرده بود سر از روغن هم انداخته بودم زیر تو کارهای کردم که باش شامل مسابقه شه. خب به هر صورت هر کدامش خاطره است. آرزوی موفقیت برات میکنم. چی پلان دارید آینده بقیه؟ والا در آینده پلانای منمیست که دیگه مسابقات خود تمرینات خود پیش ببرم تا برم مسابقات بیرون مرزی تا با مردمم به خودم با افغانستان یک نتیجه خوب بیارم ان شاء الله بخیر. بدون شک مردم افغانستان همراهت است. خداوند ان شاء الله که یاریت میکنه با آرزوهای دلت برسی. یگانه چیزی که در زندگی مهم است هدف است و تلاش است. بله هدف تلاش نداشته باشی به جای نمیرسی. بخیر باشی. سلامت. امر خدمت. خیر. خدا